ضیاء محسنی هستم، سرپرست گروه نسیم قدر. گروه نسیم قدر سابقش به 12 سال پیش برمیگرده. 140 دانش آموز عضو این مجموعه هستن که از مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تو این گروه حضور دارن. بریم آقا. تو دریای عشقی پر از مهربونی، تو از جنس بارون خود آسمونی، تو دستای پاکت یه دنیا سخاوت، واسه خوبی تو کمه بی نهایت. گروه نسیم قدر توی مسابقاتی که سال 90، 91 و 92 برگزار شد، مسابقات هشتمین خورشید، مسابقات آستان قدس رضوی موفق شد مقام اول و مقام دوم رو به دست بیاره. عزیزانی که میخوان توی این مجموعه عضو شن میتونن به سایت نسیم قدر مراجعه بکنن، نمونه فایل‌های صوتیشون رو بفرستن برای ما. اگر شرایط مناسب بود دعوت میشن برای مصاحبه و عضویت نهایی در گروه نسیم قدر. قرمزامیان داخل تکمیل. شنیدم که بهشت تو این دنیاست، چیزی که از آدم میمونه خوبی هاست، جهنم هر کس همون بدی هاشه که مثل یه سایه همیشه همراشه. یه جا شنیدم که بهشت این دنیاست، چیزی که از آدم میمونه خوبی هاست، جهنم هر کس همون بدی هاشه که مثل یک سایه همیشه همراشه. همیشه هر وقتی دعا اثر داره، از آرزوهامون خدا خبر داره، خودش میدونه که بدون اون هیچی نگاهشو برداره، به راه بد میری. همیشه هر وقتی دعا اثر داره، از آرزوهامون خدا خبر داره، خودش میدونه که بدون اون هیچی نگاهشو برداره، به راه بد میری. امسال واقعا داره این تغییر ایجاد میشه که نمایشگاه کتاب از یه فروشگاه خیلی بزرگ پر از کتاب تبدیل میشه به یه واقعه فرهنگی. حالا اگه بخوان از این کلمه‌های قلمبه سومی خارجی استفاده کنیم، تبدیل شده به یه فستیوال فرهنگی. امیدواریم که همین روند پیش بره و ما فقط شاهد یه کتاب فروشی بزرگ که البته اونم خیلی خوبه نباشیم، بلکه کلی چیزای دیگه مثل اینی که دیدیم در کنار این کتاب فروشی بزرگ باشه و ازش استفاده کنیم.